اینجا حاضرن خوش آمد میگم. برنامه عصر شعر کانون امروز تقدیم شده به یاد و خاطره عزیز سیمین بهبهانی. سیمین بهبهانی عضو دیرین کانون نویسندگان ایران، شاعر آزادیخواهی بود که در تمام طول سالهای فعالیتش تمام قد مقابل سانسور ایستاد. هر جا که آزادی بیان نقض میشد، هر جایی که ظلم حاکمیت کار رو به استخوان مردم میرسوند، صدای رسای شعر سیمین بهبهانی شنیده میشد. این برنامه رو امروز با صحبت‌های آقای حافظ موسوی شروع می‌کنیم که به جنبه‌های مختلف شعر و زندگی سیمین بهبهانی قرار اشاره‌ای داشته باشم. حافظ جان. من با دیدگاه دکتر حق‌شناس موافقم و بر این باورم که شعر خانم بهبهانی بیش از آن که وامدار شعر کلاسیک و فنون بلاغت قدیم باشد، متأثر از دیدگاه‌های نیمایوشیج است. خانم بهبهانی در سال 1330 با نیمایوشیج دیدار کرده است و در سال 1331 شعر ناشناس او که در قالب 4 پاره سروده شده به پیشنهاد نیما برنده مدال بین‌المللی صلح شد. یه جایزه گذاشته بودن در اون دوره که خانم بهبهانی یکی از برندگان اون جایزه. مریم یاوری فیلمساز، شاعر و همسر بکتاش آبتین هستیم. ما از مریم امروز خواستیم که در غیاب بکتاش 2 شعر از بکتاش رو برای ما بخونه. مریم جان ممنون میشم که بیایید. خوشحالم از اینکه در کنارتون هستم. این 2 شعری که میخونم زندان سروده های بکتاش آبتین آخرین کتابش به اسم مرثیه‌ای برای گلهای پژمرده. کلاغ سفید، کلاغ‌های سفید روی کاج‌های سرما خورده، بر سیاهی شب برف می‌بارید و من با خیال تو گرم می‌شدم. از لای میله‌ها بیرون را نگاه کردم. بیرون اما شبیه درون بود، نه خیابانی و نه آبری. به زودی اما صبح از راه می‌رسید و آزادی چون برفی سنگین زندان را تعطیل می‌کرد. پرسیدن چقدر؟ گفتم من به اندازه شعرهایم سروده شدم، به همان اندازه واژه ها یادم کردند. از این الفاظ پشتی بر نامم فرود خواهد آمد که برایم مثل روز روشن است. اگر بگویم باکم نیست دروغ گفتم، چرا که آنقدر شجاع نیستم تا به زن بودنم اعتراف کنم، و آنقدر جسور تا بگویم آری این منم، زنی که همیشه دوست می‌دارد. آنی که مادر کنار گهواره شب را تکان می‌داد تا به خوابم ستاره‌ای زیبا بیفتد. آنی که در باغ ریحان به ریحان چاقو را در عطر فرو می برد. آنی که در دشت برف بارید، اسب‌ها می دویدند، بخار دهانت را بوسیدم. اسب را از استعاره دور کن تا دشت به راه خودش برود. من به آنهای دوری نزدیکم، آنهایی که به یکدیگر نمی رسند. مهتاب شعر شب را می سراید، لابلای دودآگین خمپاره و خیالی سرد. سرزمین خیال موعود با غرامتی سنگین به یاد می آورد. موسی بر زمین می کوبد، عصایش را بر فرق تباهی. فریاد می زند از اعصار و قرون، پاسخی نمی آید. زن اسرائیلی فرزند ربودش را می خواهد،
زن فلسطینی نوزادش به قتل رسیده است. راکت ها به پرواز در می آیند، غزه چراغانی می شود، مردان سیاست چشم می درانند، بیمارستان از درد می گرید. موسی اژدها را رها کرده است، عصایش را پرتاب و دهانش خونین است. بال در بال هم از همین نقطه پایان میگیرد آغاز. از قله های مغرور به دره های محزون ایکاروس. آی ایکاروس، چگونه از یاد برده بودی، چگونه از یاد برده بودیم آن راز مکتوم، آن راز مهر بر مهر. از آن ما نبود آیا پرواز کبوترانی که نبودیم؟ پس همچنان که پارو میزنی در آسمان ها، رویاهای وصله دارم میخواهند بادبان تو باشند. از مهین خلیلی عزیز: از خانم سیمین بهبهانی حرف زدن برای من همیشه سخت است. خیلی خصوصی می شود. راستش در یک کلام فقط می توانم این را بگویم که زن فوق‌العاده‌ای است. روزهایی که در کنارشان باشم همیشه بخشی از زیبایی زندگی منند. خیلی دوستشان دارم. گاهی وقتها که حالم خوش نیست و از زمین و زمان دلگیرم، زمانی که دچار کرختی میشوم یا وقتهایی که فشارهای جانبی کار و آنچه که میگذرد دل سردم میکند، فقط کافی است بهشان زنگ بزنم. وقتی گوشی را میگذارم سرشار از انرژی و امیدم. این زن واقعا فوق‌العاده است. بانوی جاودانگی برای سیمین بهبهانی: از تو گفتن سخت است بانو. از تو چه میتوانم بگویم؟ یاد کلی یا عاشقانه های عاشقی بانو، یا از مرمر چلچراغ خوابهای کودکی هام. Ünvanış az yalan danışıram. Həldən özümə yalan danışıram. Kəpənəkli günlərin göy qurşağında ayağım yerdən üzülür. Axar baxarsız olur həyat, yer kürəsi başdan başa körpür, adamlar uşaq, tərəzilərin gözü bir tarazda. Dünyanın dərvazasından nə bir yalan girir içəri, nə xəstəlik törədən tülkü virusu. Yeni mənalar yazılır kəndirə, qəbilə. هرچند که خوانده ای مرا سفسطه‌گر، پیغمبر یک امت از راه به در. یا رب نظر تو بر نگردد، اما این نقد مؤلف است نه نقد اثر. عرض ادب و احترام خدمت یکایک شما خوبان. یاد سیمین بهبهانی گرامی، من یه طنز، یادداشت طنز میخونم، بعد یک شعر خیلی کوتاه. سیمین حیف شد. به هر حال همه رفتنی هستند، اما فکر نمی کردم این اتفاق اینقدر زود بیفتد. اسمش هست کار جهان به تار موی تو بنده است. عجب سماجت خوشرنگی، حتی نمیگذاردم این بار از تاب زلفکت غزلی گویم، یا مثل شاعران سبک خراسانی فاخرترین قصیده دنیا را بر نقش کاشی مهراب برکشم. حتی نمیگذاردم چون شاعران شیوه هندی نازک خیال
واژه شعرم را بردارم و به رندی و تردستی شلیک این گلوله سربی را که بددلانه رها میشد به قلب آهوی کوهی در دفتری بنشانم. شعر آقای شمس رنگپوری. شعر گریه کودکی است که خانه خود را گم کرده است. زور اقبال من سیمین عزیز، آنچه که می جستیم قزل آلا نبود، کوسه ماهی پیر بود. سخت است مادر، سخت است در بارانی چنین شوق انگیز با چشم بسته به پرنده و باد خیره باشی. تو باری که راه حیات را در برابر ما می گشودی، آزادی در حضور تو سربازانش را جمع می کرد تا در ستایش تو سرود آخر خود را بخوانند. تو تراوت چشمه بودی که دست سایان از تاریکی و سنگ ها می گذشتی. پیش از آن که قایق، پیش از آن که درخت، پیش از آن که چک‌های خای بام، پیش از آن که چینی عمیق در پیشانی هر دیکتاتور، پیش از آن که معنی آزادی در طعم لیمو، پیش از آن که شهادت افتاده در قعر دجله پیچه بشود، پیش از آن که کودکی نوزاد پیچیده شده در اوراق یک رمان مشهور و انداخته شده در سطل زباله پر از توپاله انگور قرمز، پیش از آن که شکست‌های پی در پی انقلاب‌های به شکل گردبادهای کوچک و سپس کوپه‌هایی از استخوان و استخوان و استخوان. بالاترین شعرها، بالاترین شعرها شعارهای درختان در خیابان است که برف از سر شکوفه تکاندند و شال شیطان را در آتش افکندند. خشم ما هست بر شب چکمه پوش مسلح، پاشش خون ما بر تاریکی، خونی تواناتر از تفنگ که دندان هیولا در دهان خرد می‌کنند. بالاترین شعرها جسم خونین نور در خیابان وقتی که مقنعه تاریکی از سر برداشت و ریش شب را سوزان. رویای دور دریاست در شورش جوبارها و خدو انداختن به چهره بدبوی مرداب است که با لباس شخصیش قصد فریب آب را دارد. من دامن تو را از لکه های گل سرخ پاک خواهم کرد. اینجا بار سنگین این آسمان آبستن طاقت کش بیتابی است که برای حلال زاده خود پی پدر می‌گردد. ماه پسرپوش پشت هزار بیشه باد مشغول عشق بازی با برکه باران است. نگاهش نکن، نی به فراقی میزند بلند با مویه مردانی مجروح که از نبرد هیولا به بستر و بوریا باز می‌گردند. من به سر دویده 7 دریا در کمینگاه کهنسال خود کلمه کم آوردم. دستم را نگیری شهرزاد شب بیدار شما را به قعر قصه‌ای خواهد خواند که 1001 شب آن تنها یک شب من است. درها شکست و پلیس ها و پانی اغتاس به دستم دادند. شادان باد شکل اندوه وقتی بر دلم می ریزد
و گوشوارت گردنم را می خراشد به آزادی. من زنان زیادی را دوست داشتم، اما او که موی آبی داشت زیباترشان بود، زیباترینشان بود. و اثر دوم، بر الکا افتاد کاکایم، بر کتف و ریواز بود کاکلش و مرغان آن روز در خانه هیچ نخواندند. از آن صبح است و دهان حلقه طناب باز و ما که در گریبان خود خفتیم در تکاپوی آز، زیر چشمی پچی میکنیم و میگذریم و آن لعناها آن بالا در ساعت اعدامها آن دودوار عقربه های آزادی را به پیش میبرند رو به سوی فرداها. مثل همیشه هر وقت به سمت پنجره میروم میترسم، هر وقت به سمت در میروم چشمهایم را میبندم بعد باز میکنم میترسم، هر وقت زنگ از توی سیم به گوشهای اتاق میرسد تا با پیامگیر گفتگو کند میترسم. اسم کار هست کشتاور. 1. اشتباه بزرگی بود خیره شدن به اندامش. کسی که میکشد نباید بگریزد، با شوق بی اندازه‌ای باید بایستد بر دو پا که فرار نیست. آلت قتاله را با وسواس زیاد پالوده کند، آلوده در دهان خودش آرام بگیرد، زبان زد بشود و مراسم کوچکی در فاصله کفاف دستهاش با پیشانی به جا بیاورد که این جنازه کیست خیره به سخت بر تخت شناور است. تأکید زیادی بر شباهت ملال آور است، پس این دستها چرا اینقدر شبیهند؟ روح دختری که از صبح تیربارانش باز میگشت چند ستاره را پشت پنجره‌ام جا گذاشته است. حالا بعضی وقتها به ستاره ها خیره می شدم و این تاریکی و اون احساس را عشق فرض می کنم. بعضی وقتها گلدانی روی سینه‌ام می فشارم و پیامبری با صدای تاریک و شعرهای کوتاه دانه دانه زیر پوست تنم شکل و خیال می ریزد. ستاره ها را می شمارم و ماه باز می گردد به شیروانی خانه همسایم